روز دیگر من اکنون در جای تازه‌ای در زندگیم قرار گرفتم. مردی تنها در زمانی متفاوت ولی پرمحتوا. قرار گرفتم تا عاشق باشم، قرار گرفتم تا دوستت داشته باشم و عشق ورزی کنم، تا خود را در دل خدای جای دهم. میگویند مگر خدا هم دل دارد؟ میگویم آری، دل دارد. یک قلب پرمهر هرگز آسیب پذیر نیست. یک قلب پرمهر با حرکت زمان نامناسب مضطرب نمی شود. مانند مرغزاری است که اگر خشم طبیعت نابودش کند، آرام با فاصله منتظر بهاری دیگر می ماند تا دوباره زیستن را تجربه کند. تو آنی نیستی که از بلندای عشق فقط به زندگی نگاه می کنند و بال پریدن به اوج را ندارند. تو هم بال پرواز داری و هم اندیشی مناسب جهت تخریب موانع در زندگیت. و من قبل از اینکه عشق را بشناسم همیشه فقط با نغمه‌های عاشقانه‌اش مأنوس بودم، ولی زمانی که تو را شناختم آموختم که چگونه کلمات را در گلویم با ندای درونیم هماهنگ کنم تا تعبیرم در شناخت دیگران تغییر کند. از آن پس با آنچه که میگویند گوش نمیدهم، بلکه ناگفته هایشان را در سکوت ملاک اندیشه هایشان قرار خواهم داد، زیرا همیشه سکوت به واقعیت نزدیکتر است. و همین دلیل من گاهی سکوت می کنم و به شادی های تو که همان درد های توست اکنون رونمایی شده فقط به اون می اندیشم.